و ما هم شاید همین حالان دست ما خالی باشه و هیچی نداشته باشیم، ولی حرکت نکنیم، اقدام نکنیم، هیچگاه دست ما پر نمیشه. اگر انتظار بکشید که یک روزی دست ما پر بشه و ما به سوی هدف حرکت بکنم و موفق شوم، این یک خیال هست. ثوابهای بزرگ و کارهای نیک بزرگ از یک کار کوچک آغاز میشه. تا اگر بخوای نیک باشی، یک کار نیک کوچک امروز میتونه تو را فردا تبدیل به یک انسان زیبا و نیک بکنه. ولی تو امروز شکل نگرفته باشه و امروز تو قدم کوچک اول را بر نداری، در هر بره و در هر بخشی از زندگیت مطمئن باش که قدم‌های بعدی خیال هست.